امروز توی مدرسه بعد از امتحان هندسه که از بچه‌هایی که دارن نخبه پروریشون میکنن گرفتن، یکی از بچه‌های ما پنیک شد از شدت اضطرابی که از این امتحان داشت. چرا؟ چون یک سوالی بلد بود بنویسه ولی معلم برگر زیر دستش کشید و ایشون با توجه به اضطرابی هم که از قبل امتحان داشت و نفس نمیتونست بکشه، حمله پنیک بهش دست داد. اینو میخوام بگم. بعد از اون 3 تا از بچه‌ها اومدن پیش من و شروع کردن به صحبت کردن. اشک تو چشمشون جمع شده بود که چی؟ ما نمره 9 از 10 گرفتیم، الان چجوری باید به خانواده‌مون اینو بگیم؟ چی کار کنیم که اونا چیزی بهمون نگن؟ من خیلی امروز حالم بده بابت اتفاقایی که دیدم. فقط اومدم یه جمله بگم و اونم این که پدر مادرهایی که روی فرزندتون که غالبا هم تک فرزند هستن و میخواین کل زندگی نزیسته خودتون رو از اینا در بیارید یا خودتون تحصیلات عالی دارید میخواید اینا هم حتما رو اون جایی که شما رفتین قدم بردارن، شما دارید یک عده فرزند، یه عده انسان تحصیل کرده افسرده مضطرب وارد جامعه میکنید. کاش آگاه باشیم که چه اتفاقی بعد از این جریان در پیشه توی نسل آینده